سلام، وقتتون بخیر. یکی از مشکلاتی که ممکنه توی گوشیتون باهاش مواجه شده باشید، گوشی های آیفون منظورم هست، این هست که اگر شما برید به قسمت ایمیل و این قسمت اکانت ها، اگر اد اکانت رو بزنید و بخواید جیمیل خودتون رو اضافه بکنید، بعد از اینکه حالا احراز هویت میکنید، یوزر پسوردتون رو میزنید، در نهایت اون جایی که باید حالا به صورت فاینالایز شده این قسمت جیمیل اضافه بشه اینجا، این کار انجام نمیشه. برای اینکه این ایراد رو رفع کنیم، من خیلی سرچ کردم، حقیقتا توی سایت های مختلف گشتم و سایت های ایرانی مختلفی هم دیدم، هیچ کجا تقریبا راهی نگفته بود، به خاطر اینکه مشکلی که ما داخل کشور ایران داریم رو کشورهای دیگه ندارم متاسفانه، حالا به خاطر تحریم و چیزای دیگه. بر همین اساس اگر این قسمت فرقی هم نمیکنه، حالا از یاهو میخواد استفاده کنید، جیمیل میخواد استفاده کنید، یا آیکلاود باشه یا هر چیزی، یا سایر حالا میل سرورهای دیگه، ممکنه در نهایت این قسمت اضافه نشه. اگر این قسمت اضافه نشد، خب طبیعتا اولین کاری که باید بکنید اینه که باید VPN بزنید. اما خب بعضی از VPN ها بر اساس اون پروتکل و اون نحوه کاری که دارن، مثلا توی ویتوره اگر پشت CDN باشه، شما IP تون در واقع اون جایی که حالا مرورگرتون یعنی براوزرتون در نهایت IP دیوایس شما یا IP ISP تون رو لو میده و گوگل به راحتی میتونه متوجه بشه که شما دارید درخواستتون از کجا در واقع ارسال میکنید و اون رو مسدود میکنه. متاسفانه اینجا iOS بعد از اینکه خطا میده، یعنی شما بعد از اینکه یوزر پسورد جیمیلتون رو وارد میکنید و لاگین میشید و در نهایت گوگل شما ریدایرکت میکنه به سمت iOS که این قسمت اضافه بشه این جیمیله، به خاطر تحریم خطای 403 میده، اما iOS این رو هندل نکرده و در نهایت شما در کمال تعجب نگاه میکنید، میبینید که این قسمت خالی هست و حالا چیزی هم نیفتاده و هیچ پیغامی یا الرت هیچ چیزی هم بهتون نمیده. در کل مورد رو حالا ما یا ایراد رو متوجه شدیم، حالا میخوایم بریم برای راه حلش، این که بگیم باید چی کار بکنید. خب اول اینکه برای اینکه این مشکل حل بشه، باید داخل گوشیتون رو سرچ بکنید. اگر که با ابزارهای دیگه گوگل مثل مخصوصا یوتیوب یعنی برنامهش روی گوشیتون نصب هست، حتما برید و اپلیکیشنش رو حذف بکنید در ابتدایی ترین مراحل. حالا بهتون میگم علتش چیه، ولی حالا این رو داشته باشید تا بعد توضیح بدم. اپلیکیشن یوتیوبتون رو همین الان برید حذف کنید اگر این مشکل رو دارید و اینجا اضافه نمیشه. بعد مجددا بیاید از قسمت، من یک بار دیگه میگم که متوجه بشید، قسمت میل و اد اکانت، مجددا سعی بکنید جیمیلتون رو واردش بشید. اگر این کار انجام شد، خب مشکلتون تا اینجا حل شده. اگر این کار رو انجام دادید و باز هم لاگین نشد، شما مشکل DNS داری. خب برای این کار باید وارد سایت شکن بشیم. سایت شکن سایتی هست که ما میتونیم توسط اون از تحریم‌های اینترنتی عبور پیدا کنیم، همونطور که بالاش نوشته شده. یعنی چی؟ یعنی میتونیم خیلی از سایت‌ها بریم بدون اینکه اون سایت‌ها متوجه بشن ما از سایت‌های در واقع از دیتا سنترهای ایرانی داریم استفاده می‌کنیم، یعنی که داخل ایران داریم بهشون وصل میشیم. پس باید برای این کار از DNS استفاده بکنیم. این DNS ها به این صورت کانفیگ میشن. من اگر این صفحه رو رفرش بکنم یه پیغام خطا باید این پایین ببینم. خب اینجا گفته که شکن برای شما فعال نیست، باید این رو فعالش بکنیم. برای فعال کردنش اگر یه مقدار اسکرول کنید پایین تر، گفته که شما باید 2 تا DNS یا 2 تا IP رو ست بکنید روی گوشیتون، روی کامپیوترتون یا هر چیزی. خب برای این کار 2 تا IP به من داده. IP اول رو من کپی میکنم، وارد
قسمت تنظیمات گوشی میشم، میرم قسمت ویلن و وایرلسی که در حال حاضر باش متصل هستم رو انتخاب میکنم، گزینه اینفورمیشن رو میزنم، میام پایین قسمت کانفیگ کردن DNS. اگر به صورت پیش از روی اتوماتیک بود حتما بذارید رو منوال و اگر IP این قسمت از سرور از قبل وجود داشت حتما حذفش بکنید، هیچ چیز نباید باشه، این اسکرین باید مثل این باشه. گزینه از سرور رو میزنم، IP که از اونور کپی کرده بودم رو اینجا پیستش میکنم و در نهایت سیو رو میزنم. مجددا برمیگردم به صفحه شکن و این قسمت IP دومش رو انتخاب میکنم، میام این قسمت از سرور و یک بار دیگه این کار رو تکرارش میکنم و سیو رو میزنم. خب این کار ما انجام شد. حالا برای اینکه چک کردنش بفهمیم این کاری که انجام دادید داره درست کار میکنه یا نه، کافیه که بیایم این صفحه رو رفرش کنیم. من این صفحه رو رفرش میکنم، اگر این پیغام نوار زرد رنگ پایین نمایش داده نشد یعنی این کاری که ما انجام دادیم کاملا درست بوده. بعد از این کار که انجام دادید دقت بکنید، اگر این کار رو انجام دادید و باز هم اون نوار رو دیدید حتما باید VPN تون رو خاموش بکنید، وگرنه باز هم اون قسمت همینطوری برای شما نمایش داده میشه و شرط فعال بودنش هم اینه که اون نوار زرد رنگ پایین این صفحه نباید نمایش داده بشه و نباید VPN داشته باشید. بعد از اینکه این کار انجام داده یک بار دیگه بیاید تو قسمت اکانت و وارد اکانت گوگلتون بشید و خواهید دید که مشکلتون حل شده. پس اگر خواستید مشکل رو حل بکنید، راه حلی که خدمت شما عرض کردم، یکی این که در ابتدا اپلیکیشن های مرتبط با گوگل رو حذف بکنید و یعنی مثل یوتیوب یا مخصوصا یوتیوب، حالا سرویس هایی که مربوط به خود گوگل هستن و میتونید داخلشون لاگین بکنید، مثلا گوگل ترنسلیت نمیخواد چون لاگین نداره. سرویس هایی که برای اینکه بتونید ازشون استفاده بکنید حتما باید لاگین بکنید. بعد اون رو حذف کنید کاملا. بعد از اینکه این کار رو انجام دادید تنظیمات DNS تون رو هم چک بکنید طبق چیزی که گفتم و مشکلتون حل میشه. فقط دقت بکنید که VPN تون در تمام این مراحل باید خاموش باشه. این کار رو انجام میدید مشکلتون حل میشه. این آموزش رو هیچ جا نگفته بودم متاسفانه و گفتم که بذارم چون من خودم چند روزی درگیرش بودم تا در نهایت متوجه شدم داستان چیه. این کار رو انجام دادم و گفتم که اطلاع رسانی بکنم. خیلی ممنونم از وقتی گذاشتید. لایک بکنید اگر این مشکلتون حل شده، خواهش میکنم لایک بکنید و کامنت هم برام بذارید. خیلی ممنونم. خدا نگهدار.